مرکز مطبوعات داستان کل تاجیکستان روز دوم ایول سال 2023 از ابتدای پرونده جنایتی نسبت به مین یوزوف با اتهام قاچاق مال محصولات به مبلغ بیش از 2 میلیون سومونی یا حدود 200,000 دلار خبر داد. خود این صاحبکار و یا ادوکات و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاعیه نشر شده داستان کل تاجیکستان سحنه 26 اپریل سال 2023 ضمن سنجش عریضه شهروند سنگوف در کارخانه استحصالی یخدان واقع در کوچه جبو رسول فنویه سینوی شهر دوشنبه معاین نمود که شهروند مین یوزوف در حدود این کارخانه 2 انبار را به اجاره گرفته، در آنها 1330 عدد تجهیزات برقی خوراکپزی تمغه زلاتو، 600 عدد تجهیزات برقی خوراکپزی خرد، 4000 عدد تجهیزات برقی گرمدهی رادیاتور تمغه باش و سامسونگ، 2800 عدد ظرفهای سفالی برای چاینوشی را غیر قانونی به حجت واردات گمرکی نگاه داشته است. داستانی کل گفت این مالها در دوام ماه‌های آگوست سپتامبر سال 2022 از جمهوری خلقی خیتای غیر قانونی بدون نظارت گمرکی برای قاچاق به سرحد گمرکی جمهوری تاجیکستان به مقدار کلان وارد کرده شدند. طبق معلومات نامه ریاست منطقوی گمرکی در شهر دوشنبه، ارزش عمومی احتمالی بازرگانی این تجهیزات برقی به مبلغ 2,180,800 سومونی بوده. باج و انداز گمرکی نوسپاریده آن باشد مبلغ 271,820 سومونی را تشکیل می‌دهد. بر اساس نتیجه سنجش 5 ماه سال 2023 نسبت به مین یوزوف برای صادر نمودن جنایت قاچاق به مقدار کلان بر اساس ماده 289 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه به اندازه از 912 تا 1456 نشان دهنده برای حسابها یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند.